و مختار خودمون رو هم در این بحث بیان کردیم که ما اجتهاد رو ملکه میدانیم، اجتهاد رو عملیات و فعل مجتهد نمیدانیم. مقام دومی که بحث کردیم اقسام الاجتهاد بود. اجتهاد رو تقسیم کردیم به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. مقام سوم که بحثش گذشت معدات الاجتهاد بود، علوم و دانشهایی که باید قبل از اجتهاد مجتهد نسبت به این علوم دستی پیدا بکند. اما مقام چهارم که انشاءالله از این جلسه میخوایم وارد بشیم احکام الاجتهاده. احکام الاجتهاده یعنی وقتی ما اجتهاد رو دو قسم کردیم، اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی، به تبع مجتهدم دو قسم میشود، مجتهد مطلق و مجتهد متجزی. خب اجتهاد مطلق برای خودش احکامی داره و اجتهاد متجزی هم برای خودش احکامی داره. انشاءالله در مقام چهارم میخوایم وارد احکام الاجتهاد بشویم. احکام اجتهاد رو هم در دو مرحله بحث میکنیم. یک، احکام الاجتهاد المطلق، به احکام الاجتهاد المتجزی. بله؟ پس مقام چهارم شد احکام الاجتهاد. در دو مرحله ما این رو بحث میکنیم. المرحله الاولی فی احکام الاجتهاد المطلق، بله، و المرحله الثانیه فی احکام الاجتهاد المتجزی. اما مرحله اول که احکام اجتهاد مطلق باشه. پیش از آن که وارد احکام بشیم ذکر دو مقدمه لازم هست، حتما عنایت بفرمایید. در هر مقامی که وارد میشیم بارها تذکر دادیم که تقریبا همه مباحث اون مقام رو بحث بکنیم، جا نگذاریم که مباحث دقیق به دست ما بیاد. خب فعلا ما در رابطه با احکام مجتهد مطلق بحث میکنیم. پیش از ورود به احکام دو تا مقدمه ضروری رو باید مورد بحث قرار بدیم. المقدمه الاولی، آیا اجتهاد مطلق امکان دارد یا خیر؟ بله، به تعبیر دیگر آیا ما مجتهد مطلق داریم یا مجتهد مطلق نداریم؟ دو دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول دیدگاه کسانی هستند که قائل به استحاله اجتهاد مطلقن و اصلا ما مجتهد مطلق نداریم. اجتهاد مطلق محال است، البته نه محال عقلی ها، دقت کردید؟ خب اصلا ما اجتهاد مطلق نداریم. اینا برای خود دو تا دلیل اقامه کردن. یک، اگر مراد از اجتهاد مطلق استنباط تمام احکام شرعیه هست
محال است، چون امکان ندارد انسان عادی یعنی غیر معصوم بتواند تمام احکام شرعیه مربوط به موضوعات گذشته و مستحدثه را استنباط کند. بله؟ چرا نمیتونه؟ میگه موضوعات فراوان، هم موضوعاتی که در گذشته بود، هم موضوعاتی که مستحدث و جدیده. شد موضوعات فراوان اما توان ما محدود و حال ما معصوم نیستیم. چطور یک انسان عادی که توانش محدوده بتواند این همه موضوعاتی که در گذشته بود و موضوعاتی که جدید است، این آقا بتونه احکام همه این موضوعات رو بفرمایید به دست بیاره. لذا ما مجتهد مطلق نداریم. این یک دلیل. دلیل دوم این است که اگر مراد از اجتهاد مطلق استنباط همه احکام نباشد بلکه استنباط غالب احکام باشد، باز هم ممکن نیست، چون چنین ادعایی با واقعیات خارجی سازگار نیست. زیرا در عمل مشاهده می شود برخی اوقات کسی که دارای مراتب بالای علمی هست در مسئله ای تردید می کند. مثلا میگوید، اینا تو عبارات های بعضی فقها هست، الحکم بعد الفصل محل اشکاله. دقت کردید؟ یا محل تأمله، یا حکم به احتیاط می کند. داریم یا نداریم؟ احتیاط چنینه، احتیاط چنانه. خب اگر شما میگید ما مجتهد مطلق داریم، باید بتوند این احکام رو سریع جواب بده. این میگه محل تأمل، محل اشکال یا احتیاط در اینه، پس معلومه که حکم مسئله در خط اختیارش نیست. اینا بر اساس این دو تا دلیل قائل به این هستن که ما اجتهاد مطلق نداریم. این دیدگاه و ادله شد. قول دوم، بله خدمت من رو برید در حد یک خدمتتون تصویر مسئله از بکنیم. قول دوم قول کسانی است که قائل به اجتهاد مطلق شدن و فرمودن نه تنها اجتهاد مطلق ممکن است بلکه واقع شده و می شود. سلام علیکم استاد راشد. بفرمایید. استاد همین نظریه دوم این که بگیم این دلیل تسامح هست، باید استبعاد دیگه. ما دلیل نیاوردیم. همون
دلیلی که آوردن قول نظریه اول. بله خب اینا میگه نظرشون اینه، میگه خدمتشون میگه اجتهاد مطلق دارد با واقعیت خارجی سازگار نیست. یعنی وقتی شما میگه اجتهاد مطلق ممکن است یعنی صریحاً و شفاف حکم رو بیان بکند، اما از این که میگه محل تأمل یعنی من حکم بلد نیستم، یا احتیاط اینه یعنی حکم برای من روشن نیست. پس بنابراین حتی اگر بگیم غالب هم مراد باشه، این اجتهاد غالب احکام هم با واقعیت خارجی سازگار نیست. این که محل تأمل بگیم یا محل اشکال بگیم، در مقام استدلال شاید نظر بدن قطعی، ولی در مقام فتوا احتیاط میکنن. از خانم وقتی مقام فتوا احتیاط میکنه معناش چی احتیاط؟ چون که موافق به احتیاط بوده احتیاط میکنه. عرض میکنم طرف میگه احتیاط این است یعنی چی؟ همون حکم دیگه، احتیاط همون حکم. نه حکم فتوای سریع نیست. وقتی ما میگه اجتهاد یعنی حکم رو صریحاً بیان بکند. دقت فرمودید؟ حالا نگاه دوم رو عرض بکنیم. اینا میگن نه تنها اجتهاد مطلق ممکن است بلکه واقع هم شده و میشود و به اشکال منکرین اجتهاد مطلق این چنین پاسخ دادن. ارائه بفرمایید. اگه یادتون باشه در تعریف اجتهاد گفتیم یه عده میگن اجتهاد ملکه هست، دقت کردید؟ یه عده اجتهاد رو استفراغ الوسع میدانستن، تلاش عملی برای استنباط حکم شرعی. اخذ اون مبنا اینجا الان خودشو نشون میده که شما اصلا اجتهاد رو چه معنا میکنید. اولین جوابی که از قول اول میدهن این است که مقصود از اجتهاد مطلق داشتن ملکه و آمادگی اجتهاد و استنباط احکام بر ابواب فقهی است. هرچند شخص بالفعل نتواند در تمام موضوعات احکام شرعی حکم را استنباط کند، همین که قادر به چنین کاری هست کفایت میکند. ببینید ما اجتهاد رو معنا نکردیم که طرف بالفعل همه احکام رو استنباط کرده باشه. شما میگه نه خیلی موضوعات است که هنوز استنباط نکرده. دقت بودید؟ ما میگیم اجتهاد یعنی چی؟ داشتن ملکه، یعنی توان استنباط را دارد که اگر این توان را به کار ببرد و به ادله مراجعه کند توان این رو دارد. منتها این توان دو جوره ملکه. گاهی اوقات توان دارد همه ابواب فقه رو اگر مراجعه کند استنباط بکنه میشه مجتهد مطلق. گاهی اوقات توانش محدوده نسبت به برخی ابواب این توان استنباط را داره، در همه ابواب توان استنباط رو نداره. دقت فرمودید؟ بله شما اجتهاد استنباط بالفعل بدونید، میگه آقا قدرت محدود، این همه خدمتتون موضوعات چطور میتواند استنباط بکند؟ میگه ما اجتهاد رو بله ملکه میدونیم،
مرحوم آخوند صاحب کفایه در صفحه 529 چنین می‌فرماید: ینقسم الاجتهاد الی مطلق و تجز. روشنه دیگه، اجتهاد تقسیم میشه به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. فالاجتهاد المطلق، آقای منظور بگید مطلب رو. فالاجتهاد المطلق هو ما یقتدر بهی، ما یقتدر که همون ملکه هست، نمیگه بالفعل، ما یقتدر بهی علی الاستنباط الاحکام. بشد مجتهد مطلق به اون شخصی گفته می شود که ملکه‌ای دارد، توانی که دارد، می تواند احکام رو چا کنه؟ استنباط بکنه. من امارت المعتبره، آزیشان چی میشه؟ دلیل اجتهادی. من امارت معتبره او اصل معتبر عقلا او نقلا. اصول عملی هم یا عقلی یا نقلی می باشد. فی الموارد التي لم یظفر فیها بها، بها رو بزنید به اماره، که به اصول عملی رجوع می کند در جایی که دسترسی به اماره نداشته باشد. این اشاره به همون مطلب اولی که عرض کردیم. خب ما اجتهاد رو چی می‌دونیم؟ ملکه، توانمندی می‌دونیم. این توان رو دارد که در همه ابواب فقه ورود پیدا بکند، به برکت ادله اجتهادی یا اصول عملیه حکم شرعی رو بفرمایید استخراج بکند. همچنین در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن مال مرحوم حکیم، صفحه 582، خیلی ایشون زیباتر از کلام مرحوم آخوند داره. میفرمایند و قد فهموا، داخل پرانتز بنویسید منکران اجتهاد مطلق، و قد فهموا من الاجتهاد المطلق فیما یبدو. میگه اون چه که از کلمات منکرین اجتهاد مطلق ظاهر میشه چیه؟ چی فهمیدن این از اجتهاد مطلق؟ اعتبار فعلیت الاستنباط فیه. بله، منکران اجتهاد مطلق از اجتهاد مطلق چی رو برداشت کردن؟ فعلیت الاستنباط فیه، یعنی بالفعل بتونه همه احکام رو استنباط کنه. عنایت کنید. و فعلیت الاستنباط باب بالی هست. و فعلیت الاستنباط لجمیع الاحکام ممتنعتون. بعد میگن خب بالفعل بتونه همه احکام رو استنباط بکنه چیه؟ محاله. پس بنابراین اجتهاد مطلق هم محاله. میگه از کلمات منکرین اجتهاد مطلق چنین فهمیده میشه، یعنی فهمشون در اجتهاد استنباط فعلیه. اگه ملاک از اجتهاد در تعریف اجتهاد ملاک رو چی بگیریم؟
فعلیت الاستنباط بگیریم، نتیجه میشه که ما مجتهد مطلق نداریم. بینما یعنی چه؟ یعنی با این که، در حالی که، دقت کردید، بینما یر القائلون به امکان الاجتهاد المطلق، بله، در حالی که قائلون به اجتهاد مطلق نظرشون چیه؟ انه من قبیل الملکه. انه رو بکی بزنیم؟ اجتهاد. دقت کردی؟ آقا اجتهاد ملکه هست. انه من قبیل الملکه التي توفر له، اون ملکه که آماده شد، فراهم شد برای مجتهد. یعنی الان ملکه در درون، بله، این مجتهد هست. یا التي توفر له القدرة على استنباط الاحکام. نتیجه و هی غیر ممتنعة عادتا. بله، آیا چنین قدرتی عادتا به عرفاً محاله؟ مثلا یک متخصصی در نظر بگیرید، یک فوق تخصص، میگه ایشون توان دارد که در یک روز 50 تا مریض رو چا کنه؟ ببینه و مریضیشون رو چا کنه؟ تشخیص بده. بعد بگیم آقا چطوره؟ مگه یه آدم چقدر وقت داره؟ چجوری توان داره؟ میگیم نه اینکه بالفعل در آنازه بگه همه رو چی کنه، نه، این توانمندی رو دارد. دقت کردید؟ پس اجتهاد رو قائلین به امتناع استفراغ الفصل عملیات دیدن، اما نگاه درست نه، اجتهاد عملیات نیست، اجتهاد ملکه است، توانمندیه. دقت کردید؟ پس این نسبت به دلیل اولشون که گفتن اصلا چنین چیزی که بگیم مراد از اجتهاد مطلق اینه که به همه احکام رو میتونه اثبات بکنه، همه احکام محاله. ما میگیم نه، همه احکام رو بالفعل بتونه چا کنه؟ استنباط. این توانمندی رو دارد. اما نسبت به اون بیان دوم و اشکال دوم، پاسخ آن است که کسی ادعا نکرد در اجتهاد مطلق همه احکام را بتواند استنباط بکند. مواردی که فقیه میگوید محل و اشکالن یا احتیاط، چون یا در اون موارد دلیل معتبر نیست، یا اگر دلیلی هم باشد اون دلیل دلالتش بر حکم روشن نمی باشد. این تقوای فقیه رو میرساند. دقت کردین؟ ما که نگفتیم کسی که قدرت بفرمایید استنباط را دارد 0 تا 100 موضوعات حکمشو بتونه. خب ایشون حکم از چی بخواد استنباط بکنه؟ از روی دلیل دیگه. خب وقتی در جایی که دلیل نباشد، دقت نمودید، و مجرا هم مجرای اصول عملیه نباشد،
اصلا دلیل اجتهادی هست، اما دلیل اجتهادی که اون خدمتتون از کنم که قوت در حجیت رو داشته باشه نداره. اینجا میگه محل تأمل، اینجا جای احتیاطه. پس بنابراین برگردیم به سوال اول، آیا اجتهاد مطلق ممکن است یا ممکن نیست؟ بستگی داره شما اجتهاد رو چطور معنا بکنید. پس پاسخ ما اینه که اجتهاد مطلق ممکن می باشد. دقت کردید؟ اجتهاد مطلق ممکن می باشد. خب یه تذکر میدیم، آیا در این بحثی بعدی که ما وارد میشیم احکام اجتهاد مطلق کدام یک از این دو گروه میتونن شرکت بکنن؟ ما میخوام آینده بحث بکنیم مقام چهارم احکام اجتهاد مطلق. کی میتونه ورود پیدا بکنه؟ احسن، کسی که قائل به اجتهاد مطلقه. اما اون کسی که قائل به اجتهاد مطلق نیست حق ورود تو این بحث رو نداره. پس این مقدمه رو عرض کردیم، بله، برای ما روشن بشه کسانی که این مقام چهارم میتونن وارد بحث بشن که قائل به امکان اجتهاد مطلق باشه. اما کسی که اجتهاد مطلق رو ممکن نمیداند تخصصا از محل بحث ما چیه؟ خارج میشه. اینم غرض از این مقدمه اول. اما درسته این اجتهاد جز ملکه دیگه، درسته؟ بله بله، ملکه از نفسیاته. نفسیات یعنی بسیط دیگه، جز امور بسیطه هست دیگه. بسیط بود دائر است بین وجود و عدم. نه به این عدم بود دیگه، اینجا حد وسط نداره. طرف یا مجتهد هست یا مجتهد نیست دیگه. نه ببین، ملکه میگیم توانمندیه، توانمندی رو یا به فعلیت میرساند یا به فعلیت نمیرساند، که بعدا تو اقسام اجتهاد مطلق میگیم که خود مجتهد مطلق رو انشاءالله میگیم حدود 9 قسم میشه. انشاءالله آرام آرام وارد بحث بشیم. دقت کردید؟ پس اگر ما اجتهاد رو ملکه بدانیم میگیم اجتهاد مطلق ممکن است، یعنی طرف این توان رو دارد که این توان رو در همه ابواب فقه به کار ببرد، به خلاف مجتهد متجزی. مجتهد متجزی مثل دکتر عمومی، دقت نمودید؟ این دکتر عمومی وقتی یه سری مریض های خاص برن میگه برو پیش دکتر متخصص، اینجا دیگه حوزه اظهار نظر من نمی باشه. اما مقدمه دوم، در رابطه با مقدمه دوم سخن در این است که آیا در عصر غیبت باب علم و علمی مفتوح هست یا مسدود؟ حالا بگین خب این چه بحثی دار میخوام بکنیم؟ اگه خوب دنبال بکنیم باز یک سری از افراد وارد بحث میتونن بشن، برخی وارد بحث نمیتون باشه. این همون ظرافت کار هاست. دقت کردید؟ یعنی یه سری بحث های مقدماتی بکنیم بعد ببینیم که تو این جهت چهارم کیا وارد میشن و چجوری باید وارد بشیم. پس مقدمه دوم رو سال جو مطرح کردیم، آیا در اصل غیبت باب علم یعنی قطع، باب علمی یعنی ضمن خاص مفتوح هست یا باب علم و علمی چیه؟ مسدود است. خب کسانی که قائلن باب علم و علمی مسدود است زمانی میتوانند به این نتیجه برسند که به 5 مطلب رسیده باشند.
خب میگه آقا باب علم یعنی ما دلیل قطعی نداریم، ظن خاصم نداریم. میگه حالا چیکار باید بکنیم؟ بله 5 مرحله رو باید بگذرانیم. 1، شخص انسدادی معتقد است که انسان بالغ عاقل مسلمان مکلف به وظایف شرعی هست، چون انسان بالغ مسلمان مثل بهائم بفرمایید نیست. این اجمالا میدونه. بالاخره من دلیل قطعی ندارم، ظن خاصم ندارم، ولی همینقدر اجمالا میدونم در شریعت اسلام من مکلف به چی هستم؟ تکالیفی هستم. اینجور یله و رها شده نیستم مثل بهائم. پس اولین مقدمه که ایشون طی میکنه انسدادی میگوید الانسان المسلم لیس کالبهائم. بله اونی که رها و یله شده است بهائمه، اما انسان مسلمان رها شده نیست. پس اجمالا میداند که در شریعت تکالیفی براش هست. 2، نسبت به آن تکالیف و تشخیص اون تکالیف دستم از دلیل قطعی و دلیل ظنی خالی است. دو شد. پس اجمالا میدونم تکالیفی دارم، اما دلیل قطعی که منو به این تکالیف برساند در اصل غیبت نیست. ظن خاصم ندارم. دو شد. 3، با اینکه باب علم و علمی مسدود است، اهمال و کوتاهی نسبت به اون تکالیف جایز نیست. اینم که روشن دیگه. خب پس من اجمالا میدونم تکالیف دارم، راه قطعی و ظن خاص که منو به این تکالیف برساند ندارم. حالا چون دلیل قطعی و ظن خاص ندارم، بله اون تکالیف رو باید اهمال بکنم، به سراغشون نرم، یا نه باید به سراغش برم. دقت کردید؟ این مقدمه سوم میگه نخیر اهمال جایز نیست. حالا که از باب تقریب ذهن، حالا که برای وضوء آب نداری، حالا که برای غسل آب نداری، ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. نگه حالشون آب ندارم برای وضوء و غسل پس نماز نخوانم. دقت کردی؟ اینجا هم میخواد تقریبا بگه، میگه من حالا دلیل قطعی و ظنی برای رسیدن به اون احکام ندارم، باید اونا رو اهمال کنم، رهاشون کنم. نخیر من حق اهمال کاری ندارم، حق رها کردن ندارم. 4، رجوع به اصول عملیه هم مجاز و کارساز نیست. چون رجوع به اصل براءت مثلا لازمش خروج از دین است و احکام دینه. خب سید منصور تو هر کجا میرسیم که شک داریم اصل براءت، اصل براءت، اصل براءت. خب دیگه چی میدونه؟
بله خارج از دینه. و اصل احتیاط در مطلق موارد شک موجب عسر و حرج و اختلال نظام می‌گردد. دقت فرمودید؟ خب پس من اجمالاً تکلیف دارم، اهمال نسبت به اون تکالیف جایز نیست. اصول عملیه هم که این مشکلات داره 4 یا 5. امر دائر است که یا به وهم و شک خود عمل کنم یا به مطلق ظن عمل کنم و ترجیح با مطلق ظن است. لذا از هر دلیل ظنی، آزیشان از هر دلیل ظنی چی؟ یعنی حجت باشه حجت نباشد. از هر دلیل ظنی من ظن به حکم شرعی پیدا کنم، به آن ظن عمل خواهم کرد. خب بحث مجتهد چی داریم؟ مطلق. بفرمایید شما مجتهد مطلق انفتاحی هستی یا مجتهد مطلق انسدادی هستی؟ در عصر متأخر از میان بزرگان ما مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین اصول از جمله کسانی است که قائل به انسداد باب علم و علمی است. دقت فرمودید؟ میرزای قمی و من تبعش. خب شما مجتهد انفتاحی هستی یا مجتهد انسدادی هستی؟ یه تذکر مهم بنویسید. با توجه به مقدمات 5 گانه در باب انسداد باب علم، نسبت به حجیت مطلق الظن 2 دیدگاه وجود داره. پس آیا ظن مطلق حجت یا ظن مطلق حجت نیست؟ آیزیشان ریشه برمیگردد به کجا؟ به انسداد. یعنی کی بحث میکنه آیا ظن مطلق حجت یا ظن مطلق حجت نیست؟ کسانی که انفتاح باب علم و علمی رو انکار بکنه، یعنی قائل به انسداد بشه، با این 5 مقدمه ای که ذکر کردیم میگه مطلق الظن حجته. دقت کردید؟ میگه مقصود از این که مطلق ظن حجته یعنی چی؟ مطلق ظن حجته چیه؟ 2 دیدگاه وجود دارد. این اصطلاحات رو میگیم که تو ذهن شریفتون باشه. 1 حجیت ظن علی الکشف. حجیت ظن علی الکشف یعنی مطلق ظنون حجت است به حکم شارع. چطور میگفتیم اجماع کاشف است که نظر شارع است؟ وقتی باب علم و علمی در زمان غیبت برای ما چی باشه؟ مسدود باشه، پس کشف میکنیم ما یا باید به وهمیات عمل بکنیم یا به مطلق کدام ترجیح گفتیم داره؟ مطلق ظن. پس این کشف میکنه که شارع در اصل غیبت مطلق ظن رو در حق ما حجت میگه. این میگن ظن علی الکشف. پس یک گروه از علمای انسدادی ما کیا میشن؟ بگو. حجیت مطلق ظن از باب ظن علی الکشف. یعنی چی ظن علی الکشف؟ یعنی مطلق ظنون رو شارع در حق ما حجت کرده. 2
زن علی الحکومه، یعنی حجیت مطلق زن از باب حکم عقل است. حکومت میگم. دقت کردین؟ اینجا حاکم کیه؟ عقله. عقل میگه حالا شما که دسترسی به علم نداری، دسترسی به ظن خاص نداری، از آن طرفم به وهمیاتم نباید عمل کنی. عقل میگوید مطلق زن در حقت حجت میدونه. پس آقایان انسدادی علا قسمین شدن. مطلق زن حجت است از باب زن علی کشف، یعنی مطلق زن حجیتش از ناحیه کیه؟ شارع است. یا حجیت مطلق زن است از باب زن علی حکومه، یعنی خدمت شما عرض بکنم که بفرمایید حاکم بر حجیت مطلق زن کیه؟ عقل. درست شد؟ پس ما یا انفتاحی هستیم یا انسدادی. انسدادی هم الان قسمین دو شده. چند جور شده؟ 3 جور. انفتاحی، انسدادی. انسدادی هم 2 شده است، ظن علی الکشف، ظن علی الحکومه. حالا بنویسید اذا عرفت هاتین المقدمتین الشریفتین فعلم. رو شد؟ اجتهاد مطلق بر 3 قسم است. اجتهاد مطلق بر 3 قسم است. 1. قسم اول، مجتهد مطلقی که قوه و ملکه اجتهاد را دارد ولی بالفعل حکمی از احکام را استنباط نکرده است. مثلا سیتقی چی؟ مثل کسی رفته تخصص گرفته مطب باز نکرده. بشد مجتهد مطلقا لم یستنبط حکما من الاحکام، حکمی از احکام را اصلا استنباط نکرده. اینا میگن مجتهد مطلق بالقوه. دقت کردین؟ 2. مجتهد مطلقی که برخی از احکام شرعی را استنباط کرد، قلیلی از احکام را استنباط کرد. مثلا تو باب طهارت یا تو حج، اما بقیه ابواب فقه از اون ورود پیدا میکرده. این هم یک نوع مجتهد مطلق دیگه. پس بالقوه ملکه به توان این که همه ابواب فقه بره دارد، اما هنوز همه را نرفته، بلکه قلیلی از ابواب فقه را رفته. 3. مجتهد مطلقی که کثیری از مسائل فقهی را استنباط کرده است. درست شد؟ خب حالا چجوری میخوام وارد بحث بشیم؟ صور قضیه را درجه میکنیم. یادداشت بفرمایید. مجتهد مطلق در یک تقسیم 9 صورت پیدا می کند. که باید احکام تمام صور 9
مشخص می شود. صدیقی میگه بیل کن بابا، بیا بنده خدا به احکام شک رو بلدی؟ گفت نه. گفت اگه شک بکنی چی؟ گفت نماز ول میکن، از اول میخونم. در دید آدم ما هم این بحث های داریم میکنیم، آقا میفهمم ول کنید جوری. خب میگه آقا شما در رابطه با احکام چی میخواد بحث کنید؟ اجتهاد مطلق. اول این مجتهد مطلق رو بدون چند قسم میشه، بعد احکام هر کدوم رو به دست بیارید. حالا امید کنید سریع ما امروز این 9 صورت رو میگیم، احکامش بمونه بعدا. صورت اول، مقسم مجتهد مطلقی که هیچ حکمی از احکام را استنباط نکرده است. خود 3 صورت می شود. حالا بگید طبق اون 2 مقدمه‌ای که گفتیم. دقت کردید؟ یک مجتهد مطلقی است که قائل به انفتاح باب علم و علمی است. شد؟ هنوز استنباط نکرده ولی ازش سوال بکن به اصل غیبت باب علم مفتوح هست، میگه بله. باب علم علمی چیه؟ مفتوح است. پس زیر مجموعش یکی میشه. 2 مجتهدی است که یعنی همین آقایی که هنوز حکم استنباط نکرده، قائل به انسداد است از باب ظن علی الکشف. 2 مجتهد مطلقی است که قائل به انسداد است، منظور بگو، از باب ظن علی الحکومه. پس مجتهد مطلقی که هنوز استنباط نکرده چند قسم میشه؟ 3 قسم. قائل به انفتاح، قائل به انسداد است از باب ظن علی الکشف، قائل به انسداد است از باب ظن علی الحکومه. 2 شد. 3 صورت. بنویسید 2 مجتهد مطلقی که بعض الاحکام رو استنباط کرد. این هم 3 قسم می شود. همون بالا میاریم. یا انفتاحی است، یا انسداد از باب ظن علی الکشف، یا ظن علی الحکومه. 2 شد. 3 مقسم سوم، مجتهد مطلقی که کثیری از احکام را استنباط کرده است. باز اینم 3 قسمت میشه. یا قائل به انفتاح است، یا انسداد از باب ظن علی الکشف، یا انسداد ظن علی الحکومه. فصار المجتهد المطلق، آیا منظور چند تا؟ 9 تا. 9 اقسام. بشد؟ خب آیا صدقه بفرما اون سوالی که اول مطرح کردیم، احکام مجتهد مطلق چیه؟ شما از من سوال بکن ببخشید احکام کدام مجتهد مطلق؟ اگه اینجا مطلب دستت نباشه هی دستتو میبری گردنتو میخوادی، میگه احکام بگو. اما اگه مطلب دستت باشه میگه مجتهد مطلقی که هنوز استنباط نکرده ولی قائل به انفتاح هست، حکمش اینه. استنباط نکرده، انسدادی ظن علی الکشف باشه، حکمش اینه. استنباط نکرده، انسدادی ظن علی الحکومه باشه، این حکمه. بعض الاحکام رو استنباط کرده، این 3 مجموعه، حکمش اینه. کثیری از احکام رو استنباط کرده باشه، این برای خودش احکام دیگری داره. شد؟ پس مجتهد مطلق، ما فقط امروز آمدیم صور رو بیان کردیم. ما 9 جور مجتهد مطلق داریم. انشاءالله در رابطه با احکامشون اگر خدا
عمری مرحمت بفرماید که ما دنبال چه حکمی میکردیم؟ انشاءالله فردا میگیم 4 تا حکم مهم در رابطه با این صورت مطرح میشه. میگه نسبت به هر کدوم این 4 تا سوال من رو پاسخ بده. میتونیم پاسخ بدیم یا نه؟ اون 4 تا سوال چیه منظور؟ انشاءالله فردا، چون فیلم سریالی تشنگی میاد آدم. دقیقاً همه رو الان نگیم. ما آمدیم فضای بحث رو مشخص کردیم. پس اگر میگیم احکام المجتهد المطلق، میدونیم که مجتهد مطلق شروق مگانه داره. دقت کردیم؟ حالا نسبت به این صور مگانه ما 4 تا چی داریم؟ سوال داریم که حکم این 4 سوال باید چی بشه؟ مشخص بشه. اگر خدا عمری بده به حول قوه الهی به شرط حیات و سلامت و توفیق برای جلسه آینده. و آخر دعوانا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.